اونجا عرق همه میدونن که در مغازه‌های روسیه همه عرق و اینا گوشت خوب فروخته میشود هسته. بعد وقتی که من در اونجا کار میکردم باور کنید میخوای وجدانم چی خیلی بدی میخواست که آیا همین کاری ما درسته نه درسته. بسیاری انسان هایی هستن که فتوا میتین که هیچ گپ نداره وای کار که وای مغازین ای شما نیست، شما فقط اونجا کارگر، معاش شما دیگر جا میخوای میگفتن. بعدا وجدانم چی نکرد به شما توسط تلگرام گلاس رای کردم و گفتم شما پرسیدم که آقای مسلم آمدم خیلی مغازین کار میکنم عرق فروختم میشه آیا من چیکار کنم، آیا گناه هست یا نه؟ شما با من بعدا با من گفتید که خواهر عزیزم شما به خاطر الله این از این کار دست کشید، خداوند در زندگی شما یک نعمت، یک برکت، یک حکمت همین خیلی به من فهمانده بودید. بعدا من بعد حدیث آورده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفته است که کسی که همین عرق میفروشد و میسازد و همین لعنت الله بران هست گفته. برای همین که من خواست به خاطر الله سال گذشته ماه فوریه این سال من زبلینی زبان خط نوشتم که پروردگارا با قلبم پروردگار من خواست به خاطر رضای تو به خاطر تو پروردگار من از این معاش از این وظیفه دست میکشم. من خانه نشین بخپا خانه داشتم باز خیلی کار شد در یک هفته 3000 روسی میگرفتم در یک هفته یک روز کار میکردم شبانه 2 ساعت. بعدا همراهی وای همین خیلی شوهرم بود. بعدا با همین معاش نو چیزی کم خداوند به من یک نعمت و برکت داد که در این سال 2000 آخر سال 2024 25 پروردگار من رو دعوت کرد به خانه کعبه الله. الحمدلله که من برکتی رزق حلالتان خواهر مریم، این برکتی رزق حلالتان. از شما خیلی میندار هستم. من به همه سوالهایم از شما پاسخ قناعت بخش گرفتم و همیشه گوش میکنم و آنهایی که اینترنت ندارن وای کرده به دیگرها هم تقسیم میرسونم که شما هم گوش کنید و آنها هم تاثیر کنند. الحمدلله که در سال 2024-25 من به خانه پروردگار که با ما آشنا چیز که من در سال آینده باوری نداشتم که من به خانه الله امیدم نداشتم. همه این آرزو رو همه دارد. میخواستم با همراه شوهرم با همراه مادرم با همراه برادرم که چقدر برای من لذت بود خانه الله هر ساله نصیب کند پروردگار خواهر جان برایتان. یک سال 2024 نه همیشه به دیگه خواهرهایم. آمین آمین آمین. پروردگار برای تمام بندهش نصیب کند. پیش از رمضان قرآن رو ختم کردیم و باز در رمضان در ماه شعبان قرآن از نو شروع میکنه. همین ختمی است که وقتی قرآن ما ختم کردیم در یگان کس ببخشیم. حتمی نیست قرآن بخشیدن. قرآن ختم کردید خواهید به خودتان میماند همش. خواهید به ثوابش کسی رو شریک میکنید. حتمی در یگان جا آمده است که قرآن های خوانده شده باید بخشیده شود. خواهرم گپی گفته است همین چیز هم یگان اساس نداره. جزاکم خیر. الله نگهبانتان. تشکر میکنم و گفتنی هم که این حکمت اون برکتی که این کرامتی که پروردگار برای من کرد خاص به خاطر زیادی زنهایی هستن که راست گپتان خواهر مریم بهترین چیز رو گفتید خواهرم. این وعده الله هست و من یتق الله یجعل له مخرجا. تقوا کنید کار حلال یابید. مرا به آرزوهایم رسانید و این کرامت از جانب الله بود برای من. خوشبختانه الحمدلله. بهترین است. جزاکم الله خیرا خواهرم. الله برکتتان دهد.